در کارتابل مدیرعامل نامه جهت تهیه پاسخ به مسئول دفتر ارجاع میشه. وارد کارتابل مسئول دفتر میشیم. طبق دستور ارجاع با کلیک روی گزینه جاری به لیست کارتابل برمیگردیم. از نوار ابزار گزینه ایجاد نامه عطف صادره رو انتخاب میکنیم. از بخش قالب سربرگ مد نظر رو انتخاب میکنیم. بر روی کلید ایجاد محتوای ورد کلیک میکنیم. روی گزینه اصلاح با ویرایشگر سیستم کلیک میکنیم. در محیط مایکروسافت ورد متن پاسخ نامه رو درج میکنیم. فایل ورد رو ذخیره می‌کنیم و می‌بندیم. در نوار ابزار گزینه درخواست تایید رو انتخاب می‌کنیم. نامه رو برای امضا به کارتابل مدیرعامل ارسال می‌کنیم. پیشنویس نامه تنظیم و برای ثبت امضا به مدیر ارسال شد.